حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد، هدف مشروع ما خواهد بود. راهبرد پنهان شدن شما پشت کشورهای همسایه ایران اسلامی و مسلمان منطقه غرب آسیا و بلکه جهان منقضی شده است. ترفند پنهان شدن ارتش بزدل شما در اماکن عمومی و زیرساختهای کشورهای منطقه نمیتواند ارتش شما را از باتلاقی که در آن گرفتار شده اید نجات دهد و مراکز حیاتی و پایگاه‌هایتان یکی پس از دیگری در آتشی که شعله‌ور کردید می‌سوزد و دوباره خواهد سوخت. سیاست ضربه متقابل از سوی ما پایان یافته و سیاست ضربه پشت ضربه را تا تنبیه و پشیمانی کامل شما پیش رو داریم. یک بار هم که شده صادق باشید، قهرمان نمایی نکنید و به شکست خود در طول تاریخ آمریکا و از زمان بسته شدن نطفه نحس رژیم صهیونیستی اعتراف کنید و به زبان غلط کردن خود را تلفظ کنید. بارها به حضور ناوهایتان در آبهای منطقه اشاره کردید. یک بار هم که کمی جلو آمدید با قدرت موشکی ایران عقب نشینی کردید. از روز اول تجاوز شما انتظار آنها را میکشیم تا به شما ثابت کنیم که ارتش بزدل شما کوچکتر از آن است که روی آن حساب میکنید، که نخواهید توانست قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید، که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید، چون قیمت نفت تابع امنیت در منطقه است که منشأ ناامنی شما هستید.